سلام دوستان، این ویدیو برای اونایی که بلد نیستن سی پی رایگان بگیرن گذاشتم. بچه شما وقتی اکانتتون رو میسازین 30 روز این مهلت دارین که سی پی رو بگیرید. نکنید. من الان گرفتم، اسکین گردونم باش گرفتم. فقط یه موضوعی هست که باید بهتون بگم. با کوپن بنفشا که برای لاکی باکس میکنه یک سی پی 2 تا بزنین 4 تا شانس بهتون میده. بعد اکانتو که میسازید 2 روز صبر میکنید، یعنی اکانتو ساختی ازش بیا بیرون 2 روز دیگه برگرد. بعد میری شانسای 2 تای اول همیشه هست. 2 تای اول هر روز هستش، نکنید. یعنی اون یک که اصلا میای تو اکانت بازه ولی نزنید دیگه. بیاین نکنید دور اول تو، یعنی میتونی مثلا یکی از صوفیا رو بگیره، یکی از کان صوفیا رو بگیره، یکی از 47 رو بگیره، یکی از آرتری دوست داره آرتری رو بگیره، یکی از مثلا جتپک دوست داره جتپک رو بگیره، همین اسکین دراماتیک رو یکی دوست داره. دیگه شانسیه بچه ها. من دیگه شانس آوردم. میتونید چند تا اکانت درست کنید پشت سر هم، بعد 2 روز بیاین همه اکانت ها رو سی پی رایگان بگیرید. یکی از مثلا اسکین سویچ پلی دوست داره شانس میاره. بچه اصلا این گردونه لگسی رو نزنید، اصلا به درد نمیخوره. و خب دیگه بهتون گفتم همینجوری اینی مفتی اسکین گرفتید. اکانت فقط زیاد بسازین که شانستون زیاد باشه. اینم از آموزش. خدا نگهدارتون تا ویدیو بعدی.